نخست جایی که از این واژه دودره استفاده شده مولانا بوده، مولوی بوده در یکی از غزلهای خودش. حالا این غزل رو میخونم یه مقدار معنی میکنم براتون، بیتاشو ببینید چقدر زیبا هست. میگه دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. ببینم قرن هفتم داره چی میگه؟ میگه در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. بازار عطر فروشا، الانم بازار عطر فروشاست، هر کسی عطر خودشو داره، حرفای قشنگ، عطرای قشنگ، بوهای خوب، نمیدونم زیبایی های خوب، همه عطرای خودشونو دارن. میگه در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. کسی که در دکان معنا داره. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. زو یعنی سری. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بر در نشاند، این مسئله دو در باز از این بیت میاد، تو را بر در نشاند او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. اینجا میذاره از اونجا در میره. همه خونه ها اکثرا دو در شده ها، قلبشون و اینا. ببین کسیه که دو در بازه، یعنی بازی دو در رو خیلی قشنگ انجام میده. تو را بر در نشاند او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار، مواظبش باش. چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دائم درون دل سفر دارد. چقدر خوبه که این سفرها از درون شروع بشه. ما متاسفانه نه که در درون نمیتونیم سفر کنیم، سفرهای شمال و سفرهای بیرونمون خیلی زیاد میشه.